بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الله متعال تنزيل خود فرموده است: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله متعال انس و جن را فقط برای عبادت و توحید ذات خود خلق کرده است، و اینکه لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا الله متعال اولیای خود را بداند که چی کسی از او می ترسد و از نواهی او دوری می کند، از حیثی که الله متعال نمی بیند، ولیکن طاعت الله متعال در هر امر که از غیب برایش آمده است طاعت مطلق می کند. والله برای این که حجت را بالای خلق خود قایم کند تا روز قیامت، تا عاذر بالای متعال عذر خود را پیش نکند که یا ربی من خود نمیدانستم، یا ربی من خبر نداشتم، یا ربی من نمیفهمیدم و نمیدانستم که رب وجود دارد، یا خیر یا امر و یا نواهی از جانب الله متعال است یا خیر. به این سبب الله متعال رسول را فرستاد. الله متعال خلق را به فطرت توحید خلق کرده است و از تمام بنی آدم عهد و میثاق بزرگ گرفته است. روزی که آدم علیه السلام و ذریه او یا اولاده آدم را خلق کرد تا آخرین خلق از انس همهش خلق شده، و بعد از پشت آدم علیه السلام از ذریه آدم از اولاده آدم عهد گرفت که آیا من رب شما نیستم؟ گفتن چرا یا ربی؟ بله هستی. قال الله تعالی: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلى شهیدنا ان تقول یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. هنگامی که رب تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم از پشت‌های فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان شاهد ساخت و فرمود که من رب شما نیستم؟ گفتن بله هستی، شهادت میدهیم که هستی. و این شهادت از بنی آدم به این خاطر بوده است، به این خاطر بوده است که ما باید در روز قیامت بگوییم یا رب ما از این چیز خبر نبودیم. سبحان الله. الله متعال از آدم علیه السلام تا آخرین انسان که خلق کرده است ازشان شهادت گرفته است برای خود، تا روز قیامت نگوید ما نمیدانستیم. باز ببینی که یک حاضری مشرک کافر میاد میگوید که این جاهل است و این نمیداند، مولا برایش گفته است، شیخ برایش گفته است، نیتش نزدیکی از با الله متعال و همین تا صدها عذر دیگر برای او به دین میچسباند. فعلا در موضوع عذر به جهل بحث نمیکنیم، چون بحث بزرگ و جدای است ان شاء الله، و در این مورد در درس جداگانه بحث صورت خواهد گرفت. والا سوال خلق شد و پیش بعد از کسان که چطور الله متعال که از اولاده آدم الله متعال شهادت گرفته، در حال که یعنی خلقت یا هیئت انسان به هیئت انسان خلق نشده بوده است. بنابراین لازم است بیان کنیم که فطرتی که الله متعال انسان را با او خلق کرده است چیست. فطرت یعنی خلقت، هر چیزی که در شروع خلقش باشد. وقتی که میگیم الله متعال انسان را با فطرت توحید خلق کرده است، این که با یگانه پرستی و در طاعت مطلق خود خلق کرده است، که هر نفس یا هر انسان در خلق خود میداند که رب خود را میشناسد، ولیکن پدرش یا مادرش به طرف یهودی یا نصرانی یا مجوسی ساقش میدهد. یعنی که آماده شده هست به قبول اسلام، حتی تا اندازه‌ای که سبحان الله انسان از فطرت خود از این رقم با هیئتی که خلق شده هست، با مجرد از اینکه یک مشکل برایش پیش میاد یا میخواهد که رب خود را دعا کند، از مشرکین و مجوس و یهود و نصارا همش به طرف آسمان سیر میکند، و این از فطرت که الله متعال در آسمان است و همه به طرف آسمان سیر میکند. بخاری و مسلم در صحیحیشان از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ما من مولود الا یولد علی الفطره، ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که هیچ مولود، هیچ نوزاد به دنیا نمیاد مگمی که به فطرت، یعنی به فطرت توحید، ولیکن پدر و مادرش را یا یهودی میسازد و یا نصرانی و یا مجوسی، به مانند این که یک چارپای یعنی کامل که هیچ نقص نمی داشته باشه به دنیا میارد. و همچنین فطرت یعنی نظیف و پاک از هر باطل و آمادگی کامل برای پذیرش خیر و شر است. یعنی اگر نوزاد بر آنچه که در آن آفریده شده بود با فطرت کافر داشته از رها شود، با طهارت خود ادامه میداد و غیر از اسلام چیزی را قبول نمی کند. یعنی یک طفل آماده شده برای اسلام تولد می شود. وقتی میگیم که الله متعال با فطرت اسلام خلق کرده انسان را، یعنی مکمل آماده است که اسلام را قبول کند بدون هیچ کدام مشکلی، ولیکن پدر و مادر سوقش میتن به دین و عقیده که دارند. پس اگر زهر سعادت باشد خوب الحمدلله سالم میماند از عذاب الله متعال و از آتش جهنم، و الا کافر میرود.
و همش بقدر الله متعال است. و همین سبب رسول الله صلی الله علیه و سلم مثال میدهد از حیوان را که کامل و بدون نقص به دنیا میآید و بعد نقص در او پیدا می شود، مثل که قبلا ذکر کردیم در حدیث كما تنتج البهیمه بهیمه جمعاء هل تحسون فيها من الجدعه، که چارپای بدون کدام نقص به دنیا میاد، لیکن باز ببینید که یک نقص به او پیدا میشه، یک نقص به او پیدا میشه. همینطور انسان از نظر فطرت سالم به دنیا میاد. قال الله تعالی فطرة الله التي فطر الناس عليها، یعنی با قبول حق خلقشان کرده است و متمکن هستند به ادراک حق و دین اسلام. ابن حجر الاشعری در کتاب خود در شرح صحیح البخاری درباره فطرت میگه که الکفر لیس من ذات المولود، که کفر از در ذات مولود خلق نشده است و مقتضا تبعه و مقتضای طبیعت انسان هم نیست، طبیعت همین نوزاد نیست، بل انما حصل بسبب خارجی فان سلم من ذلك سبب استمر على الحق، بلکه کفر به علت خارجی رخ میدهد، یعنی پدرش یا مادرش یا کسی که برزو تربیه و تعلیم میده. اگر از همین سبب کفری که مادر و پدر نوزاد می باشد یا هر سبب کفری که می باشد این به کفر سوق میدهد در امان بماند، این نوزاد با پیروی از حق ادامه میدهد. همچنان نووی الاشعری میگوید که صحیح ترین معنای فطرت این است که هر نوزاد آماده شده برای اسلام به دنیا می آید. برمیگردیم به موضوع خود بعد از این که فطرت را مختصرا در اینجا شرح دادیم. این که الله متعال میثاقی که از ما گرفته از پشت آدم، روز قیامت همین عهد و میثاق را برای کفار میارد که شهادت خود شما هست. قال الله تعالی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. میگه روزی که سفید میشه روها و سیاه میشه روهای دیگه، ولیکن روهای کسانی که سیاه شده هست. آیا میگه شما بعد از این که ایمان امیجا امو عهد است که از ما گرفته شده است، بعد از ایمانتان و بعد از عهدی که با الله کردین کافر شده هستین، پس حالا بچشید عذاب سخت را با چیزی که شما کافر شده هستین. الله متعال در این آیات عهدی که از ما گرفته هست از اولاد آدم علیه السلام و پیمانی که از ما گرفته است به نام ایمان، در اینجا ایمان ذکرش کرده است. طبری در تفسیر خود از ابی بن کعب در تفسیر آیات روایت میکند که این ایمان همون عهد و پیمان است که از بنی آدم گرفته شده و شهادت دادن و قبول کردن به توحید الله متعال و همشان یک امت بودن مسلمین، یعنی همشان وقت ذریه آدم علیه السلام بود یک امت مسلمین بودن. و بعد از اون سبب خارجی مثل که ابن حجر میگه سبب ازی شد که یکشان کافر شدن و یکشان یهودی، یکشان نصرانی، یکشان مشرک و کسری که الله متعال برش سعادت نوشته کرده بود با اسلام و فطرت خود باقی مانده است. و رب و الهی که عذرها برای مردم در هر کفر عذر میتراشند و رب که عذرها دارد، رب عذرها و اله عذرها، کسانی که برای مردم در هر کفر و هر شرک برشان عذر میده. رب و اله اینا بسیار ضعیف است و ناتوان است به این که سیطرت از خلقش از نزدش برآمده است، نمیتواند سیطرت کامل داشته باشد و تسلط کامل داشته باشد برای خلق خود و نمیداند چطور کنه داله یک خلق کرده است، نمیتونه که قومی وجد بالاش کنه، مجبور دیگه ظلم کنه بالاشون به جهنم روانشون کنه یا به جنت روان کنه، چرا اللهشان الهیشان ضعیف است. و بعد از این که خلق کافر شدن بعد از آدم علیه السلام، از رحمت الله متعال این بود که رسول را فرستاد یکی پس از دیگر تا از تاریکی های کفر و شرک دورشان کند با روشنی حق اسلام و هدایت. قال الله تعالى الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را این کتاب است که برای یا رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کردیم تا مردم را با امر الله متعال از طریقهای شرک و کفر و جاهلیت به سوی روشنی ایمان و اسلام بیرون کنی. و در آیت دیگر الله متعال می فرماید الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله متعال ولی و یاور و سرپرست کسان است که ایمان آوردند و آنها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون میکند و کسانی که کافر شدند ولی و یاور سرپرست آنها طاغوت است که آنها را از نور به سوی تاریکی ها بیرون میکند. الله متعال به توسط ارسال رسول کسانی که در شرک و کفر گرفتار شدند از تاریکی های این شرک به روشنی اسلام بیرونشان میکند. و همین شکل جنگ قائم است بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان الی یوم القیامه و عاقبت هم از متقین است. و الله متعال تمام انبیاء و رسول را به این کلمه فرستاد که اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، که الله متعال عبادت کنید
به قومشان که الله متعال فقط الله متعال عبادت کنیم، بغیر از الله متعال هیچ الهی دیگر شما نداره. همین کلمه است که مکان تاریکی، جهل و کفر و شرک را نور اسلام میگیرد و تسلیم شدن مطلق برای طاعت الله متعال و پیروی کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمامی اوامر و نواهی او، در هر زمان و هر مکان و در هر احواله. و اسلام کس ثابت نمی شود، بلکه نیست مسلمان کسی که تا تسلیم مطلق نشود به الله متعال. مثل که در آیه آمده و یسلموا تسلیما، یعنی تسلیم کامل مکمل شود به الله متعال. و زندگی یک انسان خالی از عبادات و قوانین و احکام نیست، و نه همچنان از نظام و ملک، و نه همچنان از طریق روش زندگی. و در تمام این موارد الله متعال صاحب ملک و امر و حکم است، که الله متعال است که عقیده و ایمان را برای ما شرع کرده است که به چه رقم و چطور ایمان و عقیده داشته باشیم. نه مثل ایمان اشعری و نه مثل ایمان ماتوریدی و نه مثل ایمان دیوبندی ها و نه مثل ایمان مرجئه ها و نه مثل ایمان خوارج و نه مثل ایمان معتزله و نه مثل ایمان قدری و قدری ها و رافضی و جبریه و الی آخره، بلکه ایمانی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شده است. والله متعال است که عبادت را برای بندگان خود شرع کرده است، نه مثل صوفی ها و نه مثل قبوری ها که اختراعهای شیطانی خود را نسب دین کردند و عبادت میکنند و اسلام و مسلمین و الله و رسول از اونها بری هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت الله متعال برای امت خود کامل و شامل تعلیم داده است. و همچنین الله متعال است که شرع میکند نظام و احکام و امور زندگی و معاملات مثل نکاح، خرید و فروش، زکات، میراث و غیره. بنابراین تمام موارد زندگی ما در تمام جایی که ما احتیاج داریم از جانب الله متعال است. والله متعال است که برای ما شرع میکنه و برای ما گفته است که ما در تمام موارد زندگی خود و در هر زمان هر مکان چطور و چه رقم رویه داشته باشیم. قال الله تعالی: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آوردید همگی به اسلام و طاعت الله متعال درآیید. ابی حاتم در تفسیر خود از ابن عباس در این آیات روایت میکند که السلم یعنی طاعت مطلق. پس هر کسی که شرک آورد در عقیده و عقیده خلاف عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم را پیروی کرد، مثل اشعری ها، جهمی ها، مرجئه ها، صوفی ها، قبوری ها و غیره، همیشه کافر است. در اسلامی که الله متعال فرمودن داخل نشده هستند. و اهل دعوت امروزی، ائمه گمراه و ضلال، علماء سلاطین و تبلیغی های امرا و سلاطین، امروز دین را با مقیاس افکار و عقاید قوم خود سوق میدهند. هر بار که قومشان یا ملکشان، امیرشان، عالمشان کفر و شرک بیارد، ببینی که از 4 طرف سر بلند میکند و ببینی که حتمی یک مخرج، یک تأویل باطل و یا عذر برایشان پیدا میکند. پس واجب ضروری است، بل فرض عین است، تعلیم صحیح الاسلام و عمل به آن، و خصوصا در این زمان ما تمام فتنه ها ظاهر شده است که قبلا از آدم علیه السلام تا این زمان فتنه مثل زمان ما نگذشته بود. و زمان ما هم مثل زمان جاهلیت زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است، بلکه اشدتر و قویتر و سختتر از جاهلیت زمان جاهلیت اول. و جاهلیت اول با شرفتر از جاهلیت زمان ما است. و سگ ابو جهل کافر سر بسیار از کفار که بسیار در زمان ما هست شرف دارد. پس لازم می‌بینی که ما بدونیم جاهلیت چی بود و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود و در زمان ما چی هست. چرا ما در زمان واقع هستیم که واقعا جاهلیت است و جاهلیت شرک است، فتنه شرک و کفر، و عین الجاهلیت است که زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و اشدتر از جاهلیت. اسم جاهلیت در قرآن در 4 جای آمده است و به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در بسیار احادیث آمده است که بیرون از این 4 اصل خارج نیست. اول جاهلیت عبادت و شعائر یا مناسک، و دوم جاهلیت حاکمیت و قوانین، سوم جاهلیت ولاء و البراء، دوستی و دشمنی، و چهارم جاهلیت ارزش‌ها و اخلاق‌ها. بحول الله و قوته ان شاء الله همش را مفصل شرح می‌کنیم. اول جاهلیت عبادت و شعائر یا مناسک، یعنی مردم یک اله برای خود نصب می‌کردن، یک اله برای خود می‌ماندن و شروع می‌کردن به عبادتش، مثل که در حدیث مسلم از ابی امامه روایت شده است که فرمود از عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت وأنا في جاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. میگه من در جاهلیت فکر میکردم که مردم در گمراهی و ضلالت هستند و اصلا به حق و کدام دین نبودن، یعنی به هیچ راهی نبودن و بتها را می رقم پرستش میکردن. و همچنین در تعریف جاهلیت و عبادت مناسک دلیل از قرآن است که قال الله تعالی: و انه هو رب الشعراء، و اینکه او است یک شعراء، اسم یک ستاره هست، میگفتن که این است الهه شعراء.
روایتی که از قتاده در این آیه ذکر شده است که گفته است مردم در جاهلیت همین ستاره شعرا را عبادت می‌کردند. و سعید بن جبیر رحمه الله تعالی تابعی جلیل القدر در قول الله متعال ارأیت من اتخذ الهه هواه، و دیدی کسا را که هوا و نفس خود را معبود خود میگیرد. میگوید که اهل جاهلیت یک سنگ را عبادت میکردند. اگر کدام سنگ بهتر از او را میدیدند بازی را دور پرتاخت میکردند، اون جدید را به عبادت میگرفتند. و این بعض از ادله است و مثال است که در جاهلیت زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همین رقم بود. جاهلیت ما وقتی که ما جاهلیت ذکر میکنیم به این که ما مقارنه کنیم جاهلیت زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم با زمان جاهلیت خود، تا بدانیم حقیقتی که ما در روز زندگی میکنیم امروز، تا بشناسیم اقوام خود را. جاهلیت ما در عبادت خود خلاف چیزی را عبادت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او آمده است. آنها سنگ و بت را گرفتن، قوم ما قبرها را به پرستش گرفتن. بدتر از سنگ، آنهایی که خودشان مرده هستند به خود نفع رسانده نمیتواند، چی برسد که به کسی که عبادتش میکنه نفع برساند. و مساجد و زیارتها را و تکیه خانه ها را بنا کرده‌اند. در هر نقطه از زمین میبینید که قبر زیارت یا معبد مشرکین یا از روافض. و بدون شک عکس‌های تواغی در هر مکان عام و خاص، بدون شک افغانستان مثلا یا مثلا دیگر کشورهای کفری، تمامشان ببینید که عکسای طاغوت خود را در هر نقطه، در هر مکان، در مکاتب خود، در ادارات دولتی و خصوصی، در هر چیز زدگی هست عکس طاغوت را و همچنان بیرق طاغوتی و کفری خود را. و این حقیقت را جز متکبر به الله متعال منکر نمی شود. کسی منکر می شود که متکبر است به الله متعال. دوم جاهلیت حاکمیت و قوانینی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، و این که مردم برای خود ارباب را قرار میدادند، یا عامیانه بگوییم یا عامیانه بگوییم که یکی از بین خود را انتخاب میکنند که قوانین و نظام برایشان شرع کند و جور کند بغیر ما انزل الله. و دلیل در این اصل قول الله متعال افحکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت را شما میخواهید؟ سدید در تفسیر این آیت میگوید که میگه حکم دو نوع است، حکم الله متعال و حکم جاهلیت. بعد این آیات را میخواند افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. و همچنین در کتاب المدونة الکبرى امام مالک رحمه الله تعالی میگوید که در اون زمان مکه دار کفر بود، چون احکام یا همون قوانین جاهلیت ظاهر بود و جاری بود. قول امام مالک رحمه الله تعالی به این که در اون زمان مکه دار کفر بود به سبب چی؟ به خاطر که احکام جاهلیت، قوانین جاهلیت در اون ظاهر و حاکم بود. امروز ما مردمای را میبینیم که منتسب به اسلام هستند، بل اونا زندیق هستند، از زنادقه و کفرت المجرمین که دیار امروزی ما را به دیار اسلام ربط میدن که اینا جای دیار اسلام هستند و به نام دیار مسلمین یادشون میکنن، و مانند افغانستان، پاکستان، سعودی و غیره. در حالی که ما میدانیم که و این حقیقت کسی منکرم نمیشه که در تمام از این دیار قوانین احکام کفار جاری و ظاهر است. در زمان ما این جاهلیت احکام و قوانین از معلمه که حقوق و قانون غیر قانون الله متعال در دانشگاهات تعلیم میدن، شروع میشهد الی قاضی و وکیل و سیاسیین و پارلمانی ها که قوانین را شرع میکند، باز با اون رای میدهد که در تمام امور زندگی مردم، حتی از نکاح و طلاق و میراث تا به عبادت و آزادی اعتقاد برایشان تمام را شرع میکند و قانون گذاری میکند. و جاهلیت زمان ما به انتخابات طاغوت را انتخاب میکند و وکلای پارلمان را انتخاب میکند تا قوانین برای آنها ترتیب دهند بدون قوانین الله متعال. و این جاهلیت کفر و شرک در زمان ما با مراتب بیشتر از زمان جاهلیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و در هر نقطه زمین میبینیم که مردم همین شکل برای خود ارباب گرفته هستند با تنظیم قوانین و احکام بغیر ما انزل الله. و در جاهلیت زمان ما واضح آشکار معلوم میشود که حاکمیت بشر بالای بشر است، نه از الله بالای بشر، بالای بندگانش. عبادت بشر برای بشر است، غیر از عبادت بشر برای الله متعال. و این خود شرک در طاعت و شرک در حاکمیت الله متعال است. در جاهلیت اول اینطور نبود. در جاهلیت اول قسم گمان میکردن که قوانینی که گذاشته هستن حتمی یک اصلی از ملتشان به او هست، یک اصلی، یک رابطه در دین خود، در دینشان به او داره، یا همون دین انبیایشان بوده است، در گمان باطلشان طبعا. سوم جاهلیت ولا و البراء یا دوستی و دشمنی. این جاهلیت قسمی که مردم برای خود اسمها و یا مثلا رابطه ها میگذاشتن که با اساس همین دوستی و دشمنی میکردن. مثل اینکه در زمان ما اقوام کافر ما ولا و برایشان دوستی و دشمنیشان برای وطنشان است، برای زبانشان است، برای رنگشان است، برای نسلشان است، ولوی که اگر مخالف عقیده و دینشان باشد. و با اساس همین اسما و اصل تعصب و نصرت دادن همین اصل باطل خود را دعوت میدادند. قال الله تعالی اذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، وقتی کسان کافر شدند در دلهای خود حمیت یا تعصب جاهلیت را گرفتند.
تبری در تفسیر خود از این آیه میگه که حمیت جاهلیت تعصب جاهلیت و میگه که هر تعصبی که آنها یعنی مشرکین و جاهلیت در زمان خود انجام میدادن همهشان از رفتار و اخلاق اهل کفر بودند، نه اینکه الله متعال به این تعصب برایشان اجازه داده باشد یا یکی از رسول برای آنها جواز داده باشد. و همچنین بخاری رحمه الله تعالی در صحیح خود از حدیث جابر بن عبدالله روایت میکند که كنا في غزاء فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الانصار. جابر بن عبدالله میگه در غزوه یا در جیش بودیم، در عسکر بودیم که در رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از مردهای مهاجرین یکی از مردهای انصار به قسم یا شوخی یا مثلا یک چیز شد اوگارش کرد زدش و این انصاری بسیار غضب شد و صدا کرد یا للانصار یعنی کمک خود انصار خود و مهاجر صدا کرد یا للمهاجرین. طبعا مهاجرین کسانی که از مکه هجرت کرده بودند به مدینه و انصار کسانی که کمکشان کردند در مدینه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله خبر را شنید برایشان گفت ما بال دعوت الجاهلیه، چی گپ است که دعوای جاهلیت را شما دارین؟ گفتن یا رسول الله کسع رجل من المهاجرین رجل من الانصار. گفت یا رسول الله یکی از مهاجر یکی از انصار را زد. رسول الله صلی الله علیه و آله برایشان گفت که فقال دعوها فانها منتنه فسمع بذلك عبد الله بن ابی. میگه ترک کنید از دعوای جاهلیت است. کلمه منتنه یعنی قبیح، بد، خبیث، یعنی دعوای تعصب. تو مهاجر بگید و دیگرش بگید انصار، یکیش بگید مهاجر و دیگرش بگید انصار، یکیش قوم خود پیش کنه یکیش قوم خود را و با اساس همین نصرت و کمک که دیگر را کند. و در بین ازی جیش عبدالله بن ابی سلول رئیس المنافقین وقتی که خبر را شنید فقال فعلوها اما والله لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز منها الاذل. یعنی حالا خود سعید حالا خود تیر شدیم ولیکن وقتی که بر بگردیم به مدینه کسی که از ما عزیز است یعنی انصار خدا میکنه یا مثلا اهل مدینه را میگه عزیز است ذلیل خود را از قوم از مدینه میکشیم. و کافر منافق هدفش بود که مهاجرین ذلیل است و اینا که هستن اهل مدینه که هستن اینا عزیز است، یعنی خود را و امثال خود را منافقین را عزیز میدانست و صحابه مسلمین را ذلیل میدانست. فبلغ النبي صلی الله علیه و سلم فقال عمر یا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و خبر از عبدالله بن ابی سلول شنید عمر رضی الله عنه به رسول الله صلی الله علیه و گفت که یا رسول الله بانگ مسئله از این منافق بزنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ترکش کو تا مردم نگویند که محمد صلی الله علیه وسلم اصحاب خود را قتل میکند. و در این حدیث برام واضح میشه که دعوای جاهلیت، تعصب جاهلیت قوم مثل عبدالله بن ابی سلول المنافق و همچنین حین جاهلیت در اقوام موجود دارد. هر کس به قوم و قبیله خود افتخار میکند و نسبت قوم و قبیله خود میتونه ولی کافر باشد. و همچنین در حدیث دیگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز فتح مکه از ابن عمر روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطب الناس يوم الفتح مکه و مردم خطبه روز فتح مکه فقال يا ايها الناس ان الله قد اذهب عنكم أبية الجاهلية وتعظيمها بآبائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رواه الترمذي وابن حبان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز مکه وقتی به مردم خطاب کرد گفت در لفظ دیگر حمد و ثنای الله متعال را کرد و به مردم خطاب کرد گفت ای مردم الله متعال از شما دور کرده از غرور و تکبر و تعصب را و سربلندی به پدران خود را که بگی ما بچه فلان است ابن فلان ابن فلان هستم و تکبر کنی و سرت بلند کنی. و انسان دو نفر است، یا مؤمن و تقی کریم است به نزد الله متعال و یا شقی و فاجر و بدبخت است و ذلیل است نزد الله متعال. و تمام انسان ها از بنی آدم است و آدم از خاک است. و باز قول الله متعال تلاوت کرد که یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى که ای مردم بیشک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را قوم و قبیله ها قرار دادیم تا یکی دیگر را بشناسید و گرامی ترین شما نزد الله متعال متقی ترین شما است. و در سنت زیاد است از این احادیث در دعوای جاهلیت و تعصب. در جاهلیت قدیم غالبا تعصب و دوستی و دشمنی ولا برایشان برای قوم و قبیله خود بود، اما در جاهلیت معاصر زمان ما تعصب و دوستی و دشمنیشان مثل قبلا هم ذکر کردیم با اساس وطن و حزاب و زبانها و حتی با تیم‌های فوتبال و غیره هست. و واضح است که این نوع عزبت هست بدون از یک مجسمه داشته باشد و پرستش می شود.
و بدون شک به خاطر وطن و زبان و قوم و طاغوت جنگ و قتال می شود و مردم برایش قربانی ها میدن، ولیکن حاضر نیستن به خالق خود سر انگشت خود را کم جرح دار کنند. و چرا باید کنند وقتی کافر با الله باشد؟ از کافر چی انتظار داریم جز فساد در روی زمین؟ الله متعال ذکر اینها را در کتاب خود کرده هستند. قال الله تعالی: ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. شما با جای الله متعال چیزی را نمیپرستید مگر اینکه نامهای را که شما و پدران شما با او نام داده هستند. که الله متعال هیچ دلیل بر اثبات آنها نازل نکرده. یعنی اینکه شما اینها را که نام گذاشتین مثل وطن و خاک و زبان و معبود نیستند، بلکه شما آنها را به عبادت گرفتین و برایشان نام ماندین. چی بخواین و چی نخواین، چی فهمیدین یا نخواندین، به عبادت گرفته هستین. آیا به خاطر وطن امروز جنگ نمیشه؟ آیا به خاطر وطن مردم قربانی نمیشن؟ به خاطر وطن کشته نمیشن؟ شریک قرار دادن وطن خود را با الله متعال. و این اسمای هستند و این الهی که شما پرستش میکنید الله متعال میگه جز اسمهایی نیست که شما و پدرانتان بالایسی گذاشته هستین. و این دلیل بریزی نیست. و مانند قول کفریشان که دین از الله است ولیکن وطن از همه است. یعنی کافر، مشرک، مسلمان، نصرانی، یهودی همه با هم زندگی برادرانه داشته باشیم. شیطان با ملائکه یک جای در زیر یک چتر یک دسترخوان زندگی کنند. این رقم یعنی دین از الله است، خلاص هر کی الله را عبادت میکنه عبادت کنه، ولیکن وطن از یهودی و مشرک و مسلمان رافضی همه یکی است. و قول کفری دیگرشان که عیسی به دین خود و موسی به دین خود. و این وقت است که اقوام مشرکین و اقوام مشرک ما تمام ولا و برایشان به اساس امین الهه‌های است که خودشان و پدرانشان با آنها نام گذاشته هستند، نه اینکه ولا و برایشان برای الله متعال باشد. الله المستعان. و حتی تا اندازه‌ای که ولا و برایشان برای یهود و نصارا هست. سبحان الله. ببینید که یک یهود و یا نصرانی، کسانی که در سوشل میدیا یا در تلویزیون ها خبر از فلسطین را نشر میکند و دو خبر مثلا این مردار شود یهودی و نصرانی به جهنم برود، ببینید که ترحم ها است و محبت و دوستی و محبت و دوستی خود را به آخرین درجه ظاهر میسازد و ترحم میکنه، حتی با یهود و نصارا ترحم میکنه. الله المستعان. باز ببینید که مردم به اینا میگن که اینا مسلمان است و اصل از اینا مسلمان است. و این قضیه واضح است برای همه که در فلسطین یکی از نصرانی ها کشته شد از خبرنگارها و مردم به او ترحم کردن و مردم به جنازه از او را گرفتن و خلاصه با کجا نرساندن. همون مردمی که اهل متکبر، همون مردمی که بعضی از مدعیان توحید برای از اونها اسلام میگن که یا مسلمان هستن، اصل در از اینا اسلام است. کسانی که در مسجد اقصا نماز میگذاشتن، کسانی که در مسجد اقصا نماز میخواندن، همون مردم برای خبرنگاره که یک زن بود، یک کافر نصرانی، برایشان ترحم میکردن که الله را به جنت ببره و الله برای جنت الفردوس بتانه رحمه الله و ما چی و الی اخره. و این از جاهلیت زمان ما و این حقیقت است که سبحان الله امروز کسانی که دعای توحید میکنن به این مردم مسلمان میگن. و حقیقتی است که کسی که دعای توحید میکنه تا هنوز توحید و رب خدا نشناخته است، تا هنوز ولا و برار نشناخته است، تا هنوز رسول الله صلی الله علیه و سلم نشناخته است. در کفر و ضلالت که از دمو و امیت مصروف است و فکر میکنه که بسیار کار خوب میکنه. چهارم، جاهلیت اخلاق و ارزش ها. جاهلیت اخلاق و ارزش ها قسمی که مردم برای خود به اساس هوا و لذت خود تقالید و رواج ها و اخلاق های را داشتند و هر عمل بدی که، هر عمل زشتی که موافق به لذت و هوایشان بود او براش فضیلت و نیکی بود و بهتر بود، و رذیلت و هر چی که مخالف لذاتشان می بود عمل بد و اخلاق بد به پیشان بود. و اصل در این جاهلیت در کتاب الله متعال قال الله تعالی: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. و در خانه های خود بمانید و به شیوه جاهلیت اول زینت های خود را اشکار نکنید. الله متعال تبرج یا اشکار کردن زینت را مثال زده است از جاهلیت و اخلاق. ابن کثیر از مقاتل بن حیات روایت میگن در تفسیر خود که تبرج این که خمار یا همون چادر خود را به سر خود پرتن و محکمش نکند به گردن خود، یعنی این که امیر رقم ترکش کند و گردنش و لاکتش و گوشواره هایش همش معلوم شود و همین تبرج بود. یعنی همین قدر. سبحان الله. آل بیا ببینیم که چی حالته. سبحان الله. زمان خود ببینیم که تبرج نیست. زمان ما تبرج نیست، فقط زمان ما تمام شعریان هستند. و در باب جاهلیت اخلاق بسیار موارد است که از ذکر در اینجا ممتنع میکنه. بدون شک برای همه ما معلوم است که جاهلیت در باب فواحش
رقم بودن؟ تا اندازه که با یک زن 10 مرد معاشرت میکرد. وقتی طفل به دنیا می آمد باز میدیدن که با کدام یکی از چهره میته و همون پدرش میشد. و طریق نکاح در جاهلیت در حدیث بخاری از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها به طولش ذکر شده است، میتونید مراجعه کنید. و حالا اگر به جاهلیت قدیم نظر بیاندازیم میبینیم که ابو جهل کافر بسیار با غیرت بالای ناموس خود، از نامردهای زمان ما، از بی‌غیرت‌های زمان ما، از دیوس‌های زمان ما که غیرتش نه بالای زنش است و نه بالای دخترش و نه بالای مادرش و نه بالای خواهرش. علیاذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وقت جاهلیت اول را با جاهلیت زمان خود مقایسه کنیم میبینیم که آنها بسیار پوشیده بودند. امروز فقط با کسان پشت پرده تلویزیون است نگاه نکنیم عریانا ظاهر می شود، نه بلکه بر روی جاده ها ببین که چی حالت است. عجب العجب، در سرک ها و جاده ها و فساد و تعری و دیوسی به آخرین درجه خود رسیده است. و اگر به اینترنت بریم دیگر تمامی پرده های حیا برداشته شده است، حتی بوی از حیا نمانده است. و این بزرگترین فتنه است که در زمان ما فواحش و منکرات که جز کسی را که الله نجات بده از بندگان مخلص خود و دیگر همه هلاک شده هستند، دچار این کفریه شده. و قوم مشرک ما همه ما میدانیم که قوم کافر ما الا من رحم ربی حجاب را و ستر را و حیا را پس رفته میداند، ولیعذ بالله تمسخر میکند. بعد از تعریف مختصر از اصول جاهلیت و تنزیل و تطبیق آن با واقعیتی که هستیم و زندگی میکنیم با جوامعی که امروز در بین آنها ما هستیم، هیچ شک و تردید نمیماند به کسی که ذره از انصاف داشته باشد تمام این اوصاف جاهلیت بلکه بدتر از جاهلیت اول در این جوامع ما و مردم ما وجود داره است که معروف منکر شده است و منکر معروف، دروغ راست شده است و راست دروغ، تا اندازه که روز به نام دروغ دارند در سال تجلیل میکند. باز قوم دیگر میآید که دعوا از توحید میکند، دعوا از رد از بدعت میکند، به این قوم میگن که اینا مسلمان هستند. سبحان الله. اللهم نجینا من فتنتك التي تضل بها عبادك و نعوذ بالله من مضلات الفتن. والله این زمان ما بدتر از زمان جاهلیت اول است، وقتی که بتها و قبرها برقرار شده هستند برای عبادت و صرف عبادت با مانند دعا و ذبح و نذر بغیر از الله متعال و اعتقاد ضرر و نفع از این معتقدات باطل شیطانی. علاوه بر این مشرکین ایدها دارند به این معتقد باطل خود، مثل روز مرده، روز وطن، روز پیروزی دموکراسی و روز شب چهارشنبه، نمیدانم با فلان و علان زیارت و روز سال نو و جنده شرکی را که بالا میکنند و هر چیز ذکر کنیم خلاص نمی شود. و شعیده های اینها یا نشانه های اینها برای هر بینای واضح و آشکار است، مگر برای کسی که الله قلبش را قبل از چشمش کور کرده است، که با وجود که میبینه هم باز هم قلبش دیدش را تکذیب میکند. عام البصر و البصیره، کور چشم و بصیرت. و بقیه کسانی که این کفریات را میبینند و میدانند که کفر است، عازری ها مشرکین، باز ببینید که نه والای از اینا دارد و نه برای و نه هم قوم خود را تکفیر میکند این مشرکین. والله که این یک جامعه شرک و کفر جاهلیت است که ما در بینشان زندگی میکنیم و اسلام تمامی الها را مشکناند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به داخل مکه شد، 4 دو بغل مکه 360 بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم با چوبی که به دستش داشت بروی هر یکی از بود زده میرفت و میگفت که قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، که حق آمد و باطل رفت. والله این زمان ما زمان جاهلیت است، مثل امتهای سابقه که هر امت بعد از نبی که برایشان می آمد با مدت کوتاه نه زیاد گمراه می شدن و کافر می شدن. این شکل امت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل قوم نوح و عاد و ثمود و قوم موسی و عیسی علیهم السلام همین طور کتاب الله را پشت خود انداختند و با پیروی از شیطان و اهل کفر قدم به قدم رفته رایستند و پیروی میکنند. و والله این زمان جاهلیت است، وقتی که بروی زمین الله متعال با جز الله کسان باشد که قوانین را وضع کرده هستند و تطبیق کنند و دیگرها مثل بندگان آنها باشد در خضوع و الخشوع. و عجیب این که بدین و کتاب این مشرکین و قوانینی که وضع کرده هستند کسی معذور نیست که هر یک جرم کنه بگه ما قوانین نمیدونم، میگه معذور نیست. اما به نزد مدعی الاسلام اتباع دجال عازری ها مردم را که اگر ولوی کفر کنه بالله و شرک کنه بالله بازم ببینی که میگن جاهل است، نمیداند، هدفش خیر بوده است و میخواهد که با تاویلات باطل و شیطانی خود آیات الله متعال به تاویل خود سوق بدهد. والله این زمان جاهلیت است، وقتی که به زمین الله متعال با جز الله متعال به دوستی و دشمنی گرفته شود با اساس اسماء و اقوام و تعصب وطنی و رنگ و زبان و نسل و حزب و جوامعی که به این صفات جمع شود، یک جامعه مفسد و جاهلیت است، نه جامعه اسلامی.
و جوامع اسلامی اون است که ولا و برایش برای الله متعال باشد، نه بغیر الله متعال. قال الله تعالی انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. یار ولی شما تنها الله متعال است و پیامبرش و آنهایی که ایمان آوردند، همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و آنان با خشوع و فروتنی زکات را می‌دهند و هر کسی که الله و پیامبر او را و کسانی که ایمان آوردند دوست بدارد و از حزب الله متعال است. یقینا حزب الله متعال پیروز است. و والله این زمان ما زمان جاهلیت است، وقت در روی زمین الله متعال اخلاق و ارزش‌های و عادات و تقالید باشد که با اساس هوا و حواس انسان باشد که بشریت را به انحراف کشیدند و مثل چارپایان شده هستند، در حالی که جامعه اسلامی اخلاق را از جانب الله متعال که به رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی کرده است میگیرند. همین جاهلیت بود و هست که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را فرستاد تا بندگان خود را از این تاریکی، بدبختی، نجاست و کفر و شرک دور کند به روشنی اسلام و عفت و پاکی و توحید الله متعال. یک اله و یک رب، مثل که صحابه جلیل